سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. ویدیوی امروز در مورد سوال یکی از دوستای ما است که پرسیده بودن که لطفاً در مورد میجر اسکیل و ماینر اسکیل کمی معلومات بدین. اولی که دوستای عزیز، ما شما معذرت میخوایم که صدای ما شاید در گوش خوشایند نباشه، برای که ما یک سرماخوردگی شدید داشتم. گرچه که حال خوب شدیم اما بازم بینی بند است و تارهای صوتی بسیار صدمه دیده و تا که جور میشه یک زمان میگیره و ما باید که ویدیوها را به خدمت شما تهیه میکنم و ما نمیخوایم که شما زیادتر به انتظار بمانین. از او خاطر گرچه که صدای ما خوب نیست اما بازم کوشش کردم که ما این ویدیوها را به خدمت شما تهیه کنم. دوست عزیز، سوالی را که شما مطرح کردین مقصدتان این است که ما ماینر میجر اسکیل تشریح بدم. ما میجر اسکیل تشریح دادیم در ویدیوهای گذشته. ویدیو را ما در بالا بر شما اینجا میگذاریم، حتما شما ببینین. میجر اسکیل ما فرمولش تشریح دادیم و بسیار واضح اونجا گفتیم که چه رقم فرمولش است و چطور ما باید میجر اسکیل بازی کنیم و دوره هارمونی ای را بنوازیم. ما دوستای عزیز حال یک دفعه میخوایم که اسکیل که میگیم میجر و ماینر اسکیل یا راگ و اینا را یک بار دیگه میخوایم که ما بسیار واضح بسازم که وقتی که ما میگیم اسکیل چی است. یعنی بسیاری کسایی که نو شروع میکنن و شاید بسیار کسایی که تا سال ها است که کار میکنن امرای موسیقی، امی برشان واضح نباشه که امی اسکیل یعنی چی. دوست عزیز، ما مثلا گرچه ما اینا رو تشریح دادیم، شما ویدیوهای اول 2 3 و 4 و 5 اینا رو حتما ببینین. خب برای هارمونی ما در موسیقی امی از اینجا ما 7 تا نوت داریم که ما در مجموع اگر یک اکتیو ببینیم از اینجا تا به اینجا، اگر ما تنها نوتای طبیعی ببینیم 7 تا میشه. سا ری گا ما پا دا نی 7 تا میشه. و اگر ما باز باید ایره امرای امی کرنوت 2 قسمت شده، امرای ازی کلش قسمت های مختلف اگر ما حساب کنیم، نوت موسیقی اصلا 12 تا نوت است. اینمی 12 تا نوت که از اینجا تا اینجا یک اکتیو است که این نوت باز دوباره تکرار شده و ایره شما میفهمین که یک اکتیو است و ایمی اکتیو اینجا باز دوباره تکرار شده. شما میبینید 2 تا سیا 3 تا سیا، 2 تا سیا 3 تا سیا، 2 تا سیا 3 تا سیا، که یعنی کلش امی همین چیز است که فقط فریکونسی صداش مختلف است که در اینجا بالاتر است و در اینجا پایین تر است. و ما اکثر موسیقی که تشریح میدیم در می میدل اکتیو تشریح میدیم، چون که می به صدای ما زیادتر نزدیک است و این نوت ها بسیار بلند هستن اکثرا و این اکتیو بسیار پایین هستن و چیزی که ما اینجا تشریح میدن این چیزی که اگر ما در اینجا تشریح بدیم هم این نوت ها است، فقط فرکانسی صدایش بلند و پخش است. وقتی ما میگیم اسکیل، وقتی میگیم مثلا جی یا سی ماینر اسکیل یا میجر اسکیل، اصلا چی هست اسکیل یا تات یا راگ، اینا چی هست؟ اینمی نوتی که ما داریم از اینجا تا به اینجا، نوت موسیقی 12 تا نوت موسیقی که ما داریم، از اینمی آمدن نشان دادن که ما چی رقم را بریم. یعنی چی رقم ما اینما فکر کنیم که اینا یک زینه باشن. فکر کنیم که زینه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، اینما یک زینه است. همین نوتای موسیقی مثل یک زینه شما حساب کنین. اینا گفتن که موسیقیدان ها آمدن کشف کردن که جور کردن، گفتن که اوکی اگر ما اینطور بریم سا ری گا ما پا دا نی سا، این یک ملودی جور کردن. گفتن اگر ما از اینجا تا به اینجا بیاییم با چی شکل بیاییم، چی رقم، یعنی اول سا بریم، باز پشتش گا بریم، باز ما بریم، اینما تا که اینجا بیاییم چی رقم ما بالای امی زینه های پلغای زینه ها ما پای بانیم و یک ملودی تشکیل بدیم. از اینمی 12 تا
نوت ما یک ملودی تشکیل بدیم، چی قسم تشکیل بدیم؟ یعنی اول دست خود اینجا بانیم، باز اینجا بانیم، باز اینجا بانیم، که این باز اینمی رقمه که پیشتر ما رفتیم اینمی رقم بازی کردن و این نامش ماندن که اوکی اینمی ملودی را ما نامش هم میمانیم سی میجر اسکیل میمانیم. امید نامش سی میجر اسکیل، یعنی اسکیل یک نوع ملودی هسته، یک ملودیش که تعیین شده که اوکی اول اینی سی را میگیریم، باز دی را میگیریم، باز ای را میگیریم، باز اتر میریم، یک ملودی تشکیل میچیم که ایده به نام سی میجر اسکیل ماندن. امی ملودی نامش هم ماندن. و همونطور در سی ماینر اسکیل، مثلا در ماینر اسکیل تغییر دادن، گفتن که ما در سی میجر ملودی تشکیل میدادیم که اتر میرفتیم، در میجر گفتن ما اتر میریم. میگن که ما نوتای امی 12 تا نوت موسیقی را چی رقم استفاده کنیم، از کدام نوت به کدام نوت مثلا خیز بزنیم، کدام استفاده کنیم و ما یک اسکیل جور میکنیم، یک راگ جور میکنیم. مثلا راگ بهروی گفته اوکی من یک قسم میرم، پس از این میجه تا اینجا می قسم میرم. ساریکا ما پادانی سا. و اگر گفته پس هم که میایم یک ملودی که جور میکنیم، در وقت آمدن چه قسم ملودی جور میکنم؟ سانی دا پا مگری سا. که باز شیشتن موسیقی دانا یک جای شیشتن و ایره سرش گپ زدن و مقبول یافتن و کل چیزش اوکی بوده و ایره قبول کردن، نامش راگ بهروی ماندن. و یا مثلا در قسمت یک کس دیگه پیدا شده، مثلا گفته اوکی من همین نوتای موسیقی را تنها 5 نوتش استفاده میکنم و من یک ملودی جور مثلا گفته سا ری کا پا دا سا سا دا پا همچنان موسیقی دانا شیشتن و اوکی کردن و مقبول یافتن، به نظرشان خوب بوده و این نامش مثلا در ایندی ماندن که راگ بوپالی نامش ماندن و در موسیقی اروپایی پنتاتونیک سکیلی نامش ماندن. یعنی ما مقصد ما این است که راگ و اسکیل و ماینر اسکیل و میجر اسکیل، راگ بهروی و راگ یمن و اینا کلشان چی هستن؟ ملودی هستن. اینمی 12 تا نوت موسیقی از اینمی اینجا که یعنی امرای از این سرک اگر ما تکرار کنیم از اینمی اینجا تا به اینجا، اینا میگن که ما اینمی نوت ها را چه قسم استفاده کنم، یعنی از کدام شکل بیاییم، چی رقم بیاییم، کدام نوت ها را استفاده کنیم، یک ملودی تشکیل بدیم که او را باز نامش راگای مختلف ماندن و اسکیلای مختلف ماندن که در اروپایی ماینر میجر اسکیل اسکیلای استاندارد هستن. یعنی بسیار کسا آمدن که در موسیقی پاپ مثلا بلوس و جاز و اینا آمدن دیگه این قوانین باز تغییر دادن، نه یک چیز دیگه کشف کردن، گفتن اوکی ما مثلا در میجر اسکیل که اینجا تشریح دادن که پیشتر من اینجا تشریح دادم، اینا باید چیز دیگه اضافه کردن، گفتن اوکی 2 تا رید استفاده کردن یا 2 تا گر استفاده کردن یا هر شکل، یعنی هر کاری کردن میتونه در موسیقی، هر تغییراتی آورده میتونه، هر نواوری آورده میتونه که باز نواوری کردن و او در گوش خوب کرده و یک اسکیل دیگه نامش ماندن یا یک راگ دیگه نامش ماندن. یعنی امیدوار هستم دوستای عزیز که بر شما واضح شده باشه که اسکیل یعنی چی، راگ یعنی چی. هیچ فقط اینا ملودی هستن، از این نوتای موسیقی یک ملودی تشکیل دادن و گفتن که این نوتا را انتر ما استفاده میکنیم، یک اسکیل جور کردن و این از طرف موسیقی دانا اوکی شده و این دیگه آل دیگه در کتاب هست و ما کل ما یاد میگیریم. و دوستای عزیز
به خاطر ازی که ماینر میجر سکیل مثلا بعضی از راگای خود در راگای ایندی اینا بسیار مهم است که ما اینا را یاد بگیریم. یعنی حال دیگه ما تو نگویم که اوکی خب پس اگر تو است که هر کس میتونه هر چیز یک راگ جور کنه یا مثلا یک اسکیل جور کنه، پس ما چرا این ماینر میجر چرا قدر ما این اسکیل ها را یاد بگیریم، چرا قدر ما سر زحمت بکشیم؟ دوستای عزیز این بسیار زیاد مهم هستن. اینا لسان موسیقی هستن و ما وقتی که اصطلاحات یاد نداشته باشیم ما اصلا امکان نداره که اسکیل جور کردن و یا راگ جور کردن کار هر کس نیست. هر کس نمیتونی. این به نظر آدم ساده میاد که میگی نمی 12 تا نوت است و از هر کار میتونی بکنی، هر رقم اسکیل جور کردن میتونی. این کار بسیار مشکل است و ما باید است که اصطلاحات یاد داشته باشیم، این راگ ها را ما بفهمیم، اینا رو پیروی کنیم که از طریق از اینا ما در آینده ها امکان داره که باز یک قدر خود ما اینا رو بلد شویم که باز ما از خود ما یک چیزی جور کرده بتونیم یا از خود ما یک کمپوزیشن جور کنیم یا هر نوآوری که امکان داشته باشه. یعنی فهمیدن از اینا شرط بسیار اساسی است برای کسایی که میخواین که موسیقی را یاد بگیرن و تازه با موسیقی روی میارن. خب دوستای عزیز، ما در ویدیویی که ما در بالا میگذاریم ایره ببینید شما، ما میجر سکیل بسیار واضح اونجا تشریح کردیم که سی میجر سکیل چی است. البته اگر ما فرمولش بفهمیم دیگه چی که سی باشه، دی باشه، ای باشه، در هر اسکیلی که باشه ما میتونیم فقط اونمو فرمول ما استفاده کنیم و اسکیل خود ما میتونیم رای خود بیافیم. مثلا ما گفتیم که در سی میجر سکیل گفتیم که بین سی و دی یک تا نوت است، بین دی و ای هم یک تا نوت است، بین ای و اف نیم نوت است، بین اف و جی یک تا نوت است، جی و ای یک تا نوت است و سی بین بی و سی نیم نوت است. خب دوستای عزیز، این شما ما دیگه اصلا تشریح نمیتونم و شما اون ویدیو رو حتما ببینین. حالا ما میاییم سر ماینر سکیل. ماینر سکیل چی است؟ یعنی ما چی رقم اینمی نوت های موسیقی را ما از کدام شکل استفاده بکنیم که یک ملودی تشکیل بدیم که اون ملودی را در موسیقی اروپایی به نام ماینر میگن. سی ماینر سکیل او را میگن، یعنی اون ملودیشه سی ماینر سکیل میگن. و فرمول از این قسمی از دوستای عزیز که همونطوری که ما در ویدیوهای اول برای شما تشریح کردیم که یکی خو میگیم سا ری گا ما پا دا نی سا و یک نامای دیگهش است که سی دی ای اف جی ای بی سی، یعنی باز از اینجا ای بی سی میشه پس دوباره تکرار میشه همین چیز. حالا ما به حساب امی ماینر سکیل چی رقم ماینر سکیل کدام نوت استفادهش در ماینر سکیل؟ ماینر سکیل فرمولش هست که اگر ما از سی شروع بکنیم بین ساوره یک تا نوت است. شما میبینید که اینجا ساست، اینجا ریس، یک تا نوت است. این نیم نوت امروز این نیم نوت که یک جاشه میشه یک تا نوت، پس سا ری میشه. باز از او گفته چی قسم بریم، یعنی ما اینجا نشان میتیم که ما چی رقم را بریم سر از این کلکای ما چی قسم بره که ماینر اسکیل در روی هارمونی ما پلی کنیم، بازی کنیم، چی قسم بریم، کدام نوت ها استفاده کنیم. این فرمولش هست، میگه این نوت ها استفاده کنین، این میشه سی ماینر سکیل. همون موسیقی که شما می نوازین در سی ماینر سکیل می نوازین. یعنی نوت هایش چی هست؟ میگه از سی دی، بین سی و دی یا ما امین چیز استفاده میکنیم، سری گما پر استفاده میکنیم. سا و ری، بین سا و ری یک تا نوت هستم، یک تا نوت مکمل. شما میبینین که نیمیش در اینجاست، پس از پشت از این ای میایه. بین ری و گا نیم نوت هستن، نیم نوت. شما میبینین ری و گا نیم نوت هست، پس از
ری و گا که میریم اینطور میریم، اینجا نمیریم، اگر اینجا بریم یک نوت مکمل میشه، پس اینجا میریم. و بین گا و ما یک تا نوت است. این میبینید که گاست و باز از اینجا میمانیم کلک خدا، یعنی نیمیده اینجاست، نیمیده اینجا اینطور. باز از ما و پا همچنان یک تا نوت است. ما و پا نیمیده اینجا میشه یک تا، از اینجا میریم پس اینجا. بین پا و دا نیم نوت است. پا و دا اینجا شما میبینید که نیم نوت است. از اینجا میریم. و بین دا و نی همچنان یک تا نوت است. نیمش اینجاست، نیمش اینجا یک تا نوت. و بین نی و سا هم یک تاست، چون که نیمش اینجاست. پس چه قسم میشه اگر ما ایره سی ماینر اسکیل چی رقم است؟ اتر است. سی ماینر اسکیل اگر ما بنوازیم این اتر است. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ری سا. این سی ماینر اسکیل بود و امی فرمول در هر نوت دیگه، یعنی اگر ما از اینجا شروع کنیم اما این چیز است، اگر از اینجا شروع کنیم اما این چیز است، فرق نداره. حالا مثلا ما از اینجا شروع میکنیم این چیز، شما میبینید که میگه بین سا و ری، اگر سای ما اینجاست ما اینجا شروع میکنیم، میگه مینی سای ماست. اوکی، اگر این سای تان باشه نظر به فرمول، پس ری تان کدام است؟ بین سا و ری یک تا نوت است، پس اینی باید از ری ما باشه. این ری شد، چون بین ازی و ازی یک تا، نیمش اینجاست، نیمش اینجا میشه یک تا. و باز گفته ری و گا، بین ری و گا نیم نوت است. سا که ای شد ری شد، پس گا باید از اینی باشه، ای باید گا باشه. اوکی، پس اینی گای ما شد. بین گا و ما یک تا نوت است، پس مای ما باید ای شوه، بخاطر که این نیم است، این نیم است، یک تا میشه، ای باید از شوه. و بین ما و پا هم یک دانه است نوت. ما و پا یک تا نوت است، پس ای باید از شوه، اینی نوت ماست. بین پا و دا نیم نوت است. پا و دا نیم نوت، پس ای باید اینجا بیاید. بین دا و نی یک تا نوت است. دا و نی یک تا نوت، پس نیمش اینجاست، نیمش اینجا، پس ای باید از اتر شوه. بین نی و سا یک تا نوت است. نی و سا یک تا نوت، پس ای باید اینجا شوه. پس حالا اگر ما ببینیم چه رقم شد، سی شارپ ماینر اسکیل ما چی رقم است؟ یعنی نوتای ما در این اسکیل چه قسم ما نوتا را باید بنوازیم؟ سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا
دوستای عزیز، شما باید بگیرین که در ماینر اسکیل ری و گا، بین ری و گا نیم نوت است و بین پا و ده نیم نوت. ری و گا و پا و ده. شما از هر نوتی که شروع میکنین، یعنی هر جایی که شما سا انتخاب میکنین، اینمی فرمول شما استفاده کنین که بین ری و گا و پا و ده نیم نوت است، دیگرهایش یک تا نوت است که اینمی میشه ماینر اسکیل. دوستای عزیز، امیدوار هستم که یک ویدیوی جالب بوده باشه و من تانسته باشم که موضوع را به صورت درستش تشریح کرده باشم. از توجهتون بسیار تشکر دوستای عزیز. تا ویدیوی هفته دیگه شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بای بای.